ببین منو، تو هیچ عیب و ایرادی نداری. اگه اون آدم تو رو نمیخواد به این معنی نیست که تو خوب نیستی. فقط اون آدم برای دیدن خوبیای تو بینایی لازم و اون دید عمیقا نداره. حالا میخوای تا ابد حسرت کم بینایی اون آدم رو بخوری؟ اشتباه نکن، عمرتو تباه نکن. خیلی ها هستن که آرزوی کنار تو بودن رو دارن. جای اینکه حرص بی‌لیاقتی اون آدم رو بخوری، آرزوی یه فرد لایق رو برآورده کن. نمیدونی اون فرد لایق کیه؟ خسته شدی از اینکه هنوز پیداش نشده؟ اندکی صبر و تحمل. به این حرف من شک نکن. خودت رو سهم آدمای اشتباه و ارزون پسند نکن. تو گرونی. هر کسی لیاقت داشتن تو نداره. تو اونقدر زیادی که میتونی تمام دنیا یه نفر باشی. یادت باشه عشق معجزه‌ایه که باید خودش اتفاق بیفته.